ماجرای یامال و نیکی نیکول از همون اول مثل یه فیلم بود. تابستون بود. همه فقط حدس می‌زدن با هم هستن تا اینکه یامال یه عکس مشترک گذاشت و گفت آره ما با همیم. هوادارا ترکیدن. رسانه ها هم لحظه‌ش هم نمی گرفتن. یه فوتبالیست 18 ساله تو اوج، یه خواننده معروف 25 ساله. ترکیب عجیب ولی جذاب. اما واقعیت اینه که زندگی همیشه مثل عکس‌ها خوشگل نمیمونه. یامال وسط تمرین‌ها، بازی‌ها، سفرها. نیکی وسط تورها، اجراها، ضبط‌ها. کم کم فاصله ها بیشتر شد تا روزی که دوتایی تصمیم گرفتن صادر باشن. این رابطه به اندازه زندگی واقعیشون محکم نبود. یامال بعدن گفت هیچ خیانتی نبود، فقط راههامون از هم جدا شد. رسانه ها شایعه ساختن، مزه پرونی کردن، حتی اسم آدمای دیگر رو کشیدن وسط، ولی خودش ماجرا رو جمع کرد. نه، بحث خیانت نیست، فقط نمیتونستیم با ریتم زندگی همدیگه هماهنگ بمونیم. آخرش چی؟ یامال برگشت سمت زمین تمرین، جایی که خونه واقعیش بود. نیکی هم رفت سراغ کار خودش، موسیقی. و رابطه‌ای که خیلی سریع روشن شد، خیلی آروم خاموش شد. داستان همین بود. نه درام سنگین، نه خیانت، نه دعوا. فقط دو آدم مشهور با زندگی‌های پیچیده که نتونستن مسیرشون رو کنار هم ادامه بدن.